من هیچ یک از برادرها و خواهرام رو شاغل نکردم، هیچ یک از فرزندانم رو شاغل نکردم. بنده غیر از حقوق هیچ گونه منبع درآمدی ندارم. دانشگاه چون منو مأمور کرده به مجلس، دانشگاه امام صادق دیگه حقوق منو نمیده، فقط همان حقوق مجلسه که من دریافت میکنم. میزان حقوقی که مجلس داره به ما میده 4 میلیون و البته حضور ذهن دقیق ندارم، ولی به ذهنم 4 میلیون و نیم 4 میلیون و 600 هزار تومان ناخالصه که حالا خالصش همون 4 میلیون تومان تقریبا میشه. حقوق هیئت علمی دانشگاه من با رتبه دانشیاری بیشتر از حقوق نمایندگی من. حکم کارگزینی دانشگاه هم بالای 6 میلیون تومانه و طبعا چون بر اساس مأموریتم دارم از مجلس حقوق میگیرم، همون 4 خورده ای رو دریافت میکنم. اطلاع دقیق و درست از دارایی‌های مسئولین کشور همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های ما مردم بوده. اینکه حقوق اونها چقدره، یا اینکه در کدوم نقطه از شهر زندگی میکنن، یا سوالهای دیگه‌ای که برای بسیاری از ما بی جواب مونده. بنابراین تصمیم گرفتیم تا از فرصت انتخابات مجلس استفاده کنیم تا برای شروع یک حرکت نو بخشی از نامزدهای نمایندگی مجلس رو متقاعد کنیم تا این بار مستقیم و بدون واسطه به سوالات صریحی در مورد دارایی‌هاشون پاسخ بدن. این برنامه متعلق به هیچ فرد، گروه یا جناح سیاسی نیست و این آمادگی رو داره تا از نامزدها با هر سلیقه سیاسی بدون هیچ چشم داشتی مصاحبه کنه. نظراتتون رو با ما در میون بذارید و نامزدهای انتخاباتی مورد علاقتون رو به این چالش دعوت کنید. ببینید، به تناسب تعداد دفاتری که نمایندگان در تهران یا شهرستان ها دارن، به اونها یک مبلغی جهت هزینه کرده دفاترشون یا افراد همراهشون، مثلا اگر راننده دارن راننده، اگر محافظ دارن محافظ، مجلس هزینه نمایندگی پرداخت میکنه. حقوقی که برای نمایندگی من داده میشه، به عبارت دیگه همراهان و دفتر و راننده، اینها حول و حوش بین 12 تا 13 تومن. هیچ مبلغی برای تبلیغات کنار نگذاشتم. این دوره هم از من خواستند مثل دوره قبل که هزینه تبلیغات خودم رو بپردازم و با جمع هزینه های تبلیغاتی اینا هزینه تبلیغات کل رو تأمین کنن. تقاضای من این بود که اسم منو خط بزنید چون قدرت مالی برای تأمین هزینه تبلیغاتی ندارم. هیچ فعالیت اقتصادی نداشتم. یعنی ببینید، مسلک من اینه که هر گونه فعالیت اقتصادی که یک سیاستمدار داشته باشه، این فعالیت گرچه حق اوست، اما این حق اگر استفاده بکنه نقطه ضعفه. سوال بعدیتون؟ هدایایی که بنده دریافت کردم هدایای بسیار سمبولیکه. مثلا رئیس کمیسیون اقتصاد ایتالیا آمد ایران و برای من به قول خودش یک هدیه بسیار ارزشمند و نفیسی رو تقدیم کرد. وقتی که توضیح داد، نوار از کنم که ببخشید یک CD داد از موزیکی که خودش نواخته بود. اونو من تقدیم کرد که هیچ وقت برای من کاربردی هم نداشت. غالبا نشان مجلس های خودشون رو به ما به عنوان هدیه میدن. چرا؟ الا ماشاءالله، به اسم هدیه. مثلا یک آقای آمد
همینجا دفتر من توی دانشگاه گفت که من میخوام یک بانک بزنم. گفتم مبارکه. گفت از شما کمک میخوام. گفتم چه کمکی میخواید؟ گفت بیاید عضو هیئت امناء بانک بشید، هیئت مدیره بانک بشید. گفتم برو این دام از بهر دگر نه که انقارا بلند است آشیانه. زیر بار یک چنین پیشنهادی نرفتم. میدانید که عضویت هیئت مدیره یک بانک خصوصی چقدر منافع مالی داره. یا مثلا دفتر من یکی از مراجعات رو سامان داده بود، معرفی نامه گرفته بود برای یکی از بانک ها. بعداً اون کسی که این رو دنبال کرده بود اومده بود گفته بود که حاج آقا در مقابل این خدمت چقدر مطالبه میکنن. من بسیار ناراحت شدم. گفتم که اگر میدانستم چنین پیشنهادی خواهد کرد همون نامه رو هم براش نمینوشتم. خودش گفت که البته من از او پرسیدم در این گونه موارد عرف چگونه است. گفت 20%. یعنی 20% وامی که طرف گرفته، حالا شما فرض کنید 2 میلیارد تومان باید هدیه میداد و بنده قاطعانه رد کردم. من خانه ای رو که داشتم بازسازی کردم و یک طبقه بهش اضافه شد که من در اختیار فرزندم گذاشتم که ازدواج کرده و یک خودرو داشتم که این خودرو فرسوده شد، تبدیل به خودرو نو شده. پرشیا GLX هم بوده، هم به همین نوع تبدیل شده، نوعش رو تغییر نداد. مثل همه مردم اگر کسی مراجعه کرده اونها رو هم پاسخ دادم، به صورت ویژه نبوده. وام های 2 میلیونی 5 میلیونی و امثال اینها برای خویشاوندان گرفتار داشتم که معرفی کردم، رفتن مشکلشون رو حل کردن، ولی وام های کلان هرگز نبود. شما در کدوم منطقه و محله تهران زندگی میکنید؟ منزل ما در یوسف آباد است و الان حدود 15 سال است که ما به این خونه جدید منتقل شده ایم و 130 متر هر طبقه ظرفی به اصطلاح مساحتش. میخواستم بدونم که شما بیشترین مبلغی که تسهیلات دریافت کردید از بانک ها تا الان چقدر بوده؟ برای بازسازی خونه بوده 100 میلیون تومان بوده. خونه رو به رهن گذاشتیم و الان هم در رهنه. ماشین فرزندت چیه؟ کار فرزندت چیه؟ من 6 فرزند دارم که 5 تاشون دخترم، 1 پسر. دختر اول من همسرش طلبه هست، در قم ساکنه و در جامعة الزهرا تدریس میکنه. 4 فرزند داره، خانه داره، ولی تدریسش هم به صورت کاملا ساعتی و پاره وقت. حقوق طلبگی شوهرش هم معلومه که چجوره. دختر دوم من به صورت حق التدریسی در دانشگاه آزاد، در دانشگاه پیام نور تدریس میکنه و خیلی هم گلایه داره از پرداختی بهش که بسیار بسیار ناچیزه. شوهرش کارمند، دختر سوم من شوهرش کارمند مپناست. 4مین دختر من باز خانه داره، شوهرش به صورت پیمانکاری با صدا و سیما همکاری داره. دختر 5م من دانشجوی کارشناسیه، مجرده. پسر من شغل آزاد داره و هیچ جا کارمند نشده. شغل آزادش هم تهران نیست، کرجه. خرید و فروش لوازم جانبی موبایل داره.